سلام، سلام بر دوستداران آگاهی. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و سلامت باشید. خوش اومدید به اپیزود 7 از مجموعه پادکست‌های سایرن. همونطور که در پایان اپیزود قبلی گفتیم، این جلسه رو میخوایم راجع به چالش ها صحبت کنیم، میخوایم راجع به اون گایدلاین حرف بزنیم. قسمت اول چالش ها قسمتی هست مربوط به مشکلات فردی که این جلسه رو بهش اختصاص میدیم. اگه خاطرتون باشه جلسه قبلی راجع به نظریات گاتمن، مشکلات رفتاری که بین زوجها پیش می اومد صحبت کردیم و این جلسه میخوایم مسائل تحلیلی و شناختی که باعث این تنش ها میشه رو بحث کنیم. خب فکر میکنم که اون نظر اجمالی که گفتیم عملاً رفتار بیرونی زوجها بود، یعنی اینکه ما این رفتارها رو نسبت به همدیگه میبینیم وقتی که تنشی ایجاد شده، ولی در پشت این رفتارها یک سری خطاهای شناختی یا یک سری مشکلات روانشناختی عمیق‌تر وجود داشته. حالا یا مشکلات فردی هست به خاطر ارتباطات قبلیش، به خاطر اون اتچمنت هایی که داشته، یا تاثیرات اجتماعی هست. در ادامه این اپیزود ما به بخش اول این خطاهای شناختی میپردازیم که چالش های فردی نام برده شده ازش. در زمینه چالش های فردی ما میتونیم به 3 موضوع اصلی بپردازیم. یه سری انتظاراتی هست که انتظارات عاشقانه یا اجتماعی هست که باعث مشکلات بین زوجین میشه. یک سری خطاهای شناختی هست که ما به صورت زیستی اغلب آدما اینو با خودمون حمل میکنیم و یک سری عواطف هست که میتونه در سیر طبیعی رشد فردی به صورت نابالغی بار اومده باشه. برمیگردم به این انتظارات. ما یک سری انتظاراتی داریم از لحاظ اجتماعی. باید برگردیم به فرهنگ‌های مختلف، خرد فرهنگ‌هایی که اون ازدواج درش شکل گرفته، بررسی کنیم ببینیم که اون وقتی که اون ارتباط شروع می‌شده چه انتظاراتی از هم داشتن. به طور مثال ممکنه که توی اون خرد فرهنگ خاص انتظار این بوده باشه که از لحاظ تحصیلی مثلا کسی که فوق لیسانس داره حتما با یک فوق لیسانسی ازدواج بکنه، ولی ممکنه این اتفاق نیفته. پس اون فشار اجتماعی حتما جهت میده به این ارتباطی که بین این دو نفر شکل میگیره. که فکر کنم یه سیری رو هم در موردش توی قسمت اولمون تو تاریخچه عشق مرور کردیم. درسته که میتونید برگردید به اون اپیزود مراجعه کنید. یا مثلا از لحاظ اجتماعی ممکنه زوجها فکر کنن که مفهوم زوج یعنی که بهترین دوستای همدیگه باشن، یا محرم همه اسرار همدیگه باشن، یا همیشه عاشق همدیگه باقی بمونن. و این استانداردی که پشت این انتظار اجتماعی هست ممکنه خیلی تنش‌زا بشه در آینده اون رابطه. درسته، و این چیزی بود که توی اون مقاله استفانی کونتس نوشته شده بود. همونطور که گفتی به مسائل متفاوتی اشاره میکنه، از جمله یه انتظارات غیر واقعی دارن، اینکه مثلا همسران باید بهترین دوستای همدیگه باشن، اینکه همیشه اون محبت و عشق باید ادامه داشته باشه، همیشه رابطه جنسی باید مثال زدنی و شور و داغ باشه که خودت هم بهش اشاره کردی. ولی ببینید یه چیز خیلی جالب اینجا بهش اشاره میکنه نیلسن، اونم اینه که میگه اوکی، شما شاید الان میگید من اینو پذیرفتم، یا الان که دارید این پادکست رو گوش میگیرید میگید آها پس من اشتباه کردم، من این توقع، این انتظار بیشتر رو داشتم از پارتنرم، که حالا ممکنه در ادامه هم دوباره همین حرفو بزنید. اما یه چیز دیگه میگه آیا شما برای این پذیرشه سوگواری هم کردین؟ یعنی محمد رضا منظورت این هست که ممکنه که این انتظارات به وقوع بپیونده ولی خیلی از موارد هم به وقوع نمیپیونده. درسته، چون به هر حال انتظارات بالایی بوده، ما معمولا توی شروع ارتباط اونقدر شناخت از طرف مقابل نداریم و اگر اتفاق نیفته آیا اون دوتا فرد سوگواری کردن؟ چون اگر که پروسه سوگواری اتفاق افتاده باشه یعنی که حل شده
و پذیرفتند که این اتفاق بینشون نیفتاده، انتظار برآورده نشده، ولی میتونن بگذرن و به جنبه‌های دیگه اون ارتباط نگاه کنن و ترمیم کنن رابطه‌شونو یا جایگزین کنن اون انتظاری که از همدیگه داشتن. آره دقیقاً. اگه برگردیم به مثالی که خودت زدی از همون بحث فوق لیسانس، اوکی من پارتنرم فوق لیسانس نداره و من به خودم دارم میگم من اینو پذیرفتم، ولی آیا واقعاً پذیرفتمش؟ یعنی از اون مرحله سوگواری رد شدم، اون چالش‌ها، مسائلی که ممکنه برام ایجاد بشه رو بهش فکر کردم، براش سوگواری کردم و الان آماده هستم که ترمیم شده درون خودم جلو برم. جنبه دیگه از اون انتظاراتی که ممکنه توی ذهن زوجها همینجور باقی بمونه و باعث تنش بشه، یک سری خواسته های عاشقانه غیر واقعی هست. معمولا در اون شروع ارتباط، در اون هیجانی که بین دو زوج پیش میاد، یه سری افکاری هر دو طرف برای خودشون میسازن و بهش فکر میکنن و یه نشخوار ذهنی میشه. مثال میگن که همسرم باید بدون اینکه من بگم بدون چی میخوام. آره مگه نباید اینجوری باشه؟ یا مثلا میگن که اگه ما عاشق باشیم و من اشتباهی بکنم هرگز نیازی به معذرت خواهی نیست، در حالی که میدونیم وقتی که ارتباط پیش میره، وقتی که اون سطح هیجان پایین میاد، این یک نیاز انسانی هست که بهش احترام گذاشته بشه و اگر نیازی به معذرت خواهی هست حتما همون در لحظه اتفاق بیفته. این همون جاییه که فکر میکنم تو اپیزود نوراساینس برامون مفصل گفتی که انگار تو اون بخش ماه عسل ازدواج و رابطه دوپامین مقدارش زیادتره و خب شور و اشتیاق و اون داغیه بیشتره، ولی رفته رفته حتی بعد از چند هفته ممکنه اون شوریه کمتر بشه. دقیقاً، یعنی این که از لحاظ زیستی ما دوران ماه عسلی که ممکنه 2 روز باشه، ممکنه که 6 ماه باشه، ممکنه 2 سال باشه، ما افزایش دوپامین و اکسیتوسین داریم و از خیلی از چیزا میگذریم، تراس میکنیم، گذشت داریم. ولی وقتی که سطح این مواد در مغز کاهش پیدا میکنه که خیلی طبیعی هست، غیر طبیعی درسته. نیست، ما برمیگردیم به اون آدمی که قبلا بودیم و نیازهای عادی انسانیمون رو دوست داریم برآورده کنیم. موضوع سوم از انتظارات که باز میتونه مشکل ساز باشه اینه که یکی از طرفین معمولاً یه مشکلی داره از لحاظ رشدی، از لحاظ اتچمنت و به صورت ناخودآگاه میخواد کسی رو پیدا بکنه که اون مشکل رو نداره یا میتونه مکمل باشه براش. پس میاد یک نفر رو پیدا میکنه که اگر خودش اعتماد به نفس نداره، به نظر میاد اعتماد به نفس بالایی داره. درست. یا اگر که خودش در دوران کودکی کمبودی داشته یا از لحاظ ارتباطی اتچمنت ناایمنی داشته با پدر و مادرش یا اون کرگیورش، کسی رو پیدا میکنه که به نظر میاد خیلی حمایتگره، کسی که به نظر میاد همش در حال مراقبت هست. اینجوری هم میشه، یعنی در نهایت به اینم میرسه. معمولا اتفاق نمیفته. اینو میتونیم با مفهومی که فروید بیان میکنه که repetition compulsion هست توضیحش بدیم. فروید میگه که معمولا فرد اگر که نیازی داره، نقصی داره، به صورت ناخودآگاه در روابط آیندهش دوباره اجبار به تکرار اون نوع رابطه داره و اون مدل ارتباطی که در ابتدا تجربه کرده رو دوباره میسازه در ارتباطات آیندهش. درسته که حالا وقتی میایم جلوتر توی سیر روانکاوی و به روابط ابژه هم میرسیم، اونجا میگه که ممکنه که اصلا ما ویشمون این باشه که بخوایم بریم یک روابطی رو ایجاد کنیم که به شیرینی اون رابطه اولیه باشه، که باز اینجا هم همونطور که گفتیم ممکنه اتفاق بیفته و اتفاق نیفته. یه چیز دیگه من دوست دارم چون بهش اشاره کردی، بحث آرزوها، منم یه مثال خوبی یادم اومد بزنم. اونم این بود که بعضی از آدما در ذهنشون دلشون میخواد دیده بشن، یعنی چون دلشون میخواد دیده بشن ناخودآگاه مثلا دلشون میخواد برن با یک بازیگر سینما که خیلی معروفه ازدواج کنن و این ویش آنکانشسش چیه پشت این موضوع؟ آیا اون آدم دلش میخواد دیده بشه در این سطح؟ خب اگه اینجوریه یادمون نره که از این میله، از این آرزوه، از اون
بازیگره از اون معروفیته چیزی به ما نمیماسه، چیزی به ما نمیرسه مگر که خودمون بریم به دستش بریم. یعنی ما برای اینکه به ویشمون برسیم انگار همونطور که گفتی اون پارتنری که انتخاب میکنیم آیا برای این هست که میخواد آرزوی ما رو برآورده کنه یا نه که مثلا اینجا از اون معروفیته خب چیزیش به ما نمیره. درسته. و اگه بخوایم یه مقداری انطباقش بدیم این مسئله رو با اتفاقاتی که روزمره میبینیم اطرافمون، به طور مثال میتونیم بگیم که یک خانمی ما داریم که همیشه آرزوی اینو داشته که به طور مثال پزشک بشه. درسته. ولی وقتی که وارد رابطه میشه، حالا با توجه به شرایطی که داره نمیتونه به اون آرزوش برسه و از اون طرف آرزوی دیگه ای داره. آرزوی اینو داره که مادر خوبی باشه. درسته. نقش دومی رو خودش قبول میکنه و میره دنبال پارتنری میگرده که توانایی رسیدن به آرزوی اول خودشو داشته باشه. یعنی که میاد حالا پارتنری رو انتخاب میکنه که پزشکه یا پارتنری رو انتخاب میکنه که پتانسیل پزشک شدن رو داره و ناخودآگاه پوش میکنه اون طرف مقابلش رو که به اون آرزوی خودش برسه. و این وسط اگر نفر دوم آرزوی دیگه ای داشته باشه غیر از پزشک شدن ولی پوش شده باشه که پزشک باشه، این در ذهنش یک کانفلیکت ایجاد میکنه و در نهایت این برمیگرده توی رابطهشون تاثیر میذاره. درسته. یعنی این که ما اون ارزش‌های فردیمون، اون آرزوهای فردیمون رو خودمون نباید فراموش کنیم. حتی اگه قرار وارد رابطه بشیم حواسمون باشه که از ما گرفته نشه به هر دلیلی. یعنی همونطور که گفتی ممکنه به یه نقطه خوبی برسیم ولی شاید آرزوی من این بود که مهندس بشم و الان چون اون مهندسی که میخواستم نشدم همیشه اون جای خالیش با من هست و این به قول تو میاد توی رابطه و یه مشکلی ایجاد میکنه. مرسی از توضیح قشنگه. قسمت دوم چالش‌های فردی رو من میخوام یک سری از خطاهای شناختی رو مرور کنیم که تأثیر میذاره توی رابطه. این خطاهای شناختی معمولاً به صورت زیستی و تکاملی در همه انسان‌ها وجود داره و سرزنش کردن یکی از زوجین که این خطا رو داره معمولاً موضوع رو پیچیده‌تر میکنه. گفتن این خطاها این کمک رو بهمون میکنه که همه ما ممکنه دچار این خطاها باشیم ولی میتونیم آگاه باشیم به این خطاها و استفاده کنیم از این آگاهیمون برای اینکه ترمیم کنیم روابطمون. چی هستن این خطا؟ یکی از اونا سرزنش کردن عوامل محیطی هست. معمولا افراد مشکلات درونی خودشونو به عوامل بیرونی نسبت میدن. مثلا اگر که عصبانی هستن یا کنترل ایموشن خودشونو ندارن همشو مرتبط میکنن به رفتار همسرشون. درسته. یا یه خطای خیلی خیلی شایعی که ما داریم اسم attribution theory این هست که اون مشکلاتی رو که ما باش مواجه هستیم رو نسبت میدیم به مسائل محیطی و بیرونی ولی نقص‌های طرف مقابلمون رو نسبت میدیم به مشکلات شخصیتی اون طرف که خطای انتساب بهش میگیم. به طور مثال میگیم که من امروز وقت نکردم که خرید بکنم به خاطر اینکه ترافیک بود، به خاطر اینکه بچه‌ها رو که از مدرسه برمی داشتم دیر شده بود. ولی اگر این اتفاق از زوجش ببینه میگه که تو تنبل هستی، تو فراموشکار هستی، قرار بود امروز خرید کنی ولی اینو فراموش کردی و اهمیت نمیدی به مسائل خانواده. حالا که این خطا رو گفتی منم اون خطای انتساب به خودم میگم. این برعکس اونه دیگه. اونجا عملا ما آنکانشس قد احساس گناهمون بالا هست که همه چی رو میندازیم تقصیر خودمون. تو وقت نکردی بری حتما من باید به یادآوری میکردم دیگه. چقدر من پارتنر بدی ام که یادآوری بهت نکردم، چقدر من بدم که اینجوری کردم، چقدر من یا مثلا یه چیزی رو توی طرف مقابل میبینم مثلا امروز حالش خوب نیست بعد به خودم اینو نسبت میدم حتما من یه کاری کردم که از دست من ناراحت شده. یعنی هر اتفاقی که میفته اون بیرونو برمیگردونم سمت خودم و اینجوری به خودم نسبتش میدم و اینجوری تفسیرش میکنم در ناخودآگاه خودم. یکی دیگه از خطاهای شناختی که معمولا زیاد پیش میاد سوگیری منفیه. وقتی تنشی هست بین زوجین تمرکز
روی جنبه‌های منفی اون رابطه بیشتر میشه. یعنی اینکه فکر کن 2 نفر با هم 10 سال زندگی میکنن، مطمئناً خیلی رابطه مثبتی داشتن که تونستن 10 سال با هم زندگی کنن و اگر که زمانهای خوشی با هم نمیگذروندن یا اگر که همدل نبودن، مسلماً این رابطه خیلی قبل از اون از هم میپاشید. ولی وقتی تنش پیش میاد، همه اون نکته‌های مثبت رابطه به فراموشی سپرده میشه و فقط اون جنبه منفی متأخر هست که به ذهنشون میاد. شاید ما کاری که میکنیم در جلسات درمانیمون اینی که مرور میکنیم که چه چیزایی بین شما پیش اومده، شروع رابطتون چطور بوده، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردین که موفق بودین که تونستید 10 سال با هم زندگی کنید. درسته. و این خیلی کمک میکنه که بدونن اون یه خطای شناختی هست که داره جهت میده و تثبیت میکنه این تنشو. شاید الان که راجع به این خطای شناختی صحبت میکنیم بعد نباشه که اسم بریم از فیلم زیبای مریج استوری و من توصیه میکنم که دوستان عزیز حتما اون فیلمو ببینن. آره حتما، خیلی پیشنهاد به جایی بود. خطای شناختی دیگه اون افسانه هایی هست که ما راجع به ارتباط جنسی داریم، همه انسان ها دارن. این که رابطه جنسی باید همیشه پرشور باشه، همیشه پر از هیجان باشه و اگر این رابطه جنسی یک کمی سرد شد یا اگر که جذابیت کمتر شد، حتما عشق کاهش پیدا کرده. در حالی که ما میدونیم تغییرات شیمیایی زیادی در مغز اتفاق میفته، زمان که بگذره دوپامین کم میشه، اکسیتوسین کم میشه و زوجها باید همونطور که در اپیزودهای قبلی گفتیم از روش‌های کمکی استفاده کنن برای اینکه بتونن اینسولا رو تقویت کنن. درسته. برای اینکه بتونن هم ارتباط غیر جنسی و هم ارتباط جنسیشون رو در کنار هم محکم نگه دارن. چه یادآوری قشنگی کردی. این بحث خطای شناختی فکر کنم به همینجا هم ختم نمیشه. یه لیست بلند بالایی داره که دوستان اگه دوست داشتن میتونن خطای شناختی رو سرچ کنن، یه نگاهی به لیستش بندازن. خیلی جا همین آگاهی کمک میکنه که ماها بتونیم یه چیزایی رو تو خودمون، توی رابطه هامون مدیریت کنیم، روابطمون رو بهتر پیش ببریم. و مورد آخرمون بحث بلوغ و عدم بلوغ روانی هر کدوم از زوجین هست. یعنی ازدواج یا وارد رابطه شدن یه آمادگی روانی قبلی میخواد، یه شایستگی میخواد، یه مرحله‌ای میخواد که به هر حال برای موفق شدن در اون بحث زوجی باید بهش رسیده باشیم و اینا به چند تا عامل بستگی داره. مورد اول اینه که ما چقدر خودآگاهی داریم، چقدر نسبت به خودمون آگاهیم، چقدر منابع و اون بیرون میبینیم و ازشون استفاده میکنیم اگر که یک منبع خوب کمک کننده اون بیرون باشه، و چقدر مسائل و مشکلاتمون رو از خودمون میبینیم، سهم خودمون رو برمیداریم، چقدرشو به اون بیرون نسبت میدیم، میگیم که نه اون مسائل مال ما نیست، مال بیرونه، که حالا توی خطای شناختی هم بهش اشاره کردی. و چقدر ما توی رابطمون سعی میکنیم که به همدیگه بها و ارزش بدیم. من یه موضوع دیگر رو اینجا اضافه کنم و اون اسرتیو بودن یا اون جرأت ابراز نیازها هست که هر فردی داره. یعنی این که اگر که فرد بالغ شده باشه از لحاظ عاطفی، میتونه خیلی راحت بدون ترس ابراز نیاز بکنه، شفاف حرفشو بزنه بدون اینکه احساس گناه داشته باشه یا بدون اینکه خودش و یا دیگری رو سرزنش کنه. و این شفافیت بیان نیاز عملاً کمک میکنه به اون رابطه 2 نفر. و موضوع آخر این که چقدر تمایل داره که افکارش، احساساتش و حتی احساسات ناامنی که داره رو با طرف مقابلش به اشتراک بذاره، درخواست کمک یا همدلی بکنه. من فکر میکنم که این خلاصه بود از چالش‌های فردی. شاید یک راهنما باشه، یک گایدلاین که هر فردی که توی رابطه هست برگرده، مرور کنه و اگر که تنشی با طرف مقابلش داره ببینه که کدام یکی از این موارد رو میتونه لحاظ کنه با عنوان زمینه‌ای برای اون تنش، زمینه‌ای که باعث اون تنش شده یا چالش ایجاد کرده. از انتظارات گفتیم، از خواسته ها و آرزوهای غیر واقعی ما گفتیم،
همچنین از یک سری خطاهای شناختی گفتیم که به صورت زیستی و تکاملی خیلی از ما با خودمون داریمشون و راجع به بلوغ عاطفی گفتیم. هر کدوم از این عوامل میتونه زمینه اصلی هر تنشی باشه. ممنونم از توضیحات کامل و عالیت. واقعا منم داره آگاهیم کنار تو بالاتر میره فرامرز. خیلی ازت ممنونم. توی قسمت‌های بعدیمون ما قراره که به ادامه چالش‌ها بپردازیم که چالش‌های بین فردی و اجتماعی هست و بعد از اون هم قراره که ما به یه سری الگوهایی که توی روابط تکرار میشن بپردازیم و بالاخره یه سری راهکارها که با مرور همه این قسمت‌ها بهشون اشاره میکنیم. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین. یادتون نره که از ما و پادکستی که برای خودتون هست حمایت کنید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ همین. خداحافظتون.